از این همه آهنگ که تو این سالا خوندی، حالا از تو عروسی گرفته تا تو بحث عموم مردم، حالا ما بهش میگیم کوچه بازاری، آهنگ کوچه بازاری که خوندن، کدوم آهنگ بیشتر به دلت نشست باش عشق میکنی؟ والا آهنگای خوندهای کوچه بازاری خب همش به دل میشینه، منتها به قول شاعر هر گلی یک بویی دارد. نمیشه بگی این بدتره یا این به درد نمیخوره. شاید من یک آهنگ بپسندم، شما یک آهنگ دیگه بپسندی، بیشتر برات خب جذاب باشه. ولی تو ترانه‌های داوود مقامی که همش خدا رحمتش کنه، همه ترانه‌اش خوب بوده، همه شعراش مغز داره خوبه، ولی قاصد عشقش واقعا خیلی هم بازخونی کردن نتونستن 100 مثلا مثل خودش خب برنامه رو اجرا کنن که جالب باشه و جذاب باشه. صدای اصلی اسم ترانه‌اش بعضیا میگن مرغ شیده، ولی اسم اصلیش قاصد عشق بود. قاصد عشق آخرینم خیلی ترند شده به قول مجازی. بعضیا اشتباه مثلا ایرج حبیبی با جواد یساری، دوتا خواننده کمی صداشون شبیه هم هست، نزدیکه، ولی سبک انتخاب شعر یساری با حبیبی خیلی فرق میکنه و طریق اجراشون هم فرق میکنه. بعضیا اشتباه خیال میکنن ایرج حبیبی هم مثلا یساریه، که حتی تو فضای مجازی هم میشه اشتباه مثلا حبیبی ترانه چیزی خونده، برای گفتن یک دوست دارم چی شده این همه دل میکنی. اصلا این صداش خیلی فکر میکنه همه یساریه، همه فکر میکنن یساریه، در صورتی که ولی قاصده عشق مال داوود مقامی خیلی تو ترانش من فکر میکنم یکی فریادش، یکی در دل خواهی در سر را به اصطلاح این سه ترانش گل کرده. خودشان خیلی جالب، یعنی اگه مالش کنی همین 43 تا ترانه که خونده همش خوبه ده، ولی یعنی کل ترانه‌شو میدونی شما 43 تا ترانه میگه خونده؟ 43 تا یا 44 تا دقیقاً. همش هم بلدی؟ شاید بعضیاش که علاقه نشته خورده اشتباه بخونم، ولی بلدی. اینجوری. خب قاصد عشق بخون. قاصد عشقش شروع خیلی جالبی فلوت میزنه و بعدا تونای گام بالاش خب اصلا الان خب نمیتونم، چون من الان دو عمل جراحی چیزی داشتم، آنجیو شدم، نه نمیتونم. خب به دلیل نبود یه سری حالا امکانات که تو اون زمان و بسترهایی که برای موسیقی وجود نداشته، بالاخره آقای مقامی نتونست پیشرفت کنه. نبوده آهنگساز، نبوده تنظیم کننده، نبوده نوازنده، اصلا کلا چیز نبود که ایشون ساپورت بشه. و حتی من شنیدم که ایشون، البته از خودش شنیدم، گفتن که من شیرازی تستی دادم، حتی قبول شده بود، ولی به دلیل یه سری مسائل خانوادگی که به اصطلاح خانواده‌اش مخالف بودن با این قضیه، نتونست بنده خدا ادامه بده. به هر حال محمد آقا که الان متاسفانه به دلیل بیماری که دارن و عملیاتی که انجام دادن دیگه امکان خوندن خوبی مثلا نداره توی مجالس و جایی که میخواد بخونه، ولی صداش واقعا توی دوران جوانیش که حتی ما با هم کار میکردیم یه صدای خیلی عالی بود. حالا میخوام یه مثال بزنم، آهنگ مرغ شیدای مقامی رو، داوود مقامی رو به قدری زیبا میخوند که شما نمیتونستی وقتی که خودش میخونه با داوود مقامی اصلا به اصطلاح فرق بذاری بهش. اونجایی که میخوند که مرغ شیدا بیا بیا شاهد ناله حزینم شو، از شروعش میگه در سکوتی ماتم افزا من کناری و مرغ شیدا، با من دل خسته گوید از چه بنشسته ای تو تنها. عشق یاری در دل دارم میدهد هر دم آزارم، فتنه ها دارد در کارم با خیالش در تنهایی، میگریزم از رسوایی جام نوشین بر کف دارم. مرغ شیدا بیا بیا شاهد ناله حزینم، تو با نوایی تو هم صدا با نوای دل غمینم. ای صبا گر شنیده ای راز قلب شکستم امشب، رو پیامم به او رسان قاصد عشق آتشینم شو. قاصد عشق به خاطر این گذاشت. حالا اینجا که صدا بالا داره، صداش خیلی گامش باله، شاید هیچ که نمیتونه بخونه. من قبلا میتونستم 100 مثلا بخونم،
مگه لحظه ای آسمان تو بنگر ژاله ارغوانیم در غم عشق او خزان شد نوبهار جوانیم عطرگی سوی دل فریبش دشت گلهای یاسمن سایه مهر او چراغ روشن زندگانیم نفس نداره همه براش بزنیم همه دیگه همه حالی نفست گرم دست در نکنه. خب تو اردکان چیزی نبود، امکاناتی نبود. الان ماشاءالله امکانات فراهم شده، دو کلاس‌های آموزشگاه و فلان و فروشگاه ی ادوات موسیقی اینا. قبلا زمان ما هیچی نبود. ما همین رو محفلی با آقای مقامی و اینا شبا محفل داشتیم و رفتیم و خوندیم. با توجه بالا اختلاف سنی که تقریبا 7-8 سال داشتین چطور آشنا شدی با آقای مقامی؟ خب دیگه ببین محمد آقا آدمای هم سلیقه همدیگه رو خلاص پیدا میکنن. مثلا بله مثلا من الان اینجا افرادی میان که دوست می‌دارن، کسی که علاقه به اینجور چیزا نداره خب مسلما اینجا چیکار داره بیاد؟ کسی میاد اینجا که لذت ببره، کیف کنه. کسی که نیاد یه وقتی کسی میاد میگه اینم بیکار بوده در مثلا اینا. باریکلا. این با اینکه چه بوده همش آنالوگ این چه چیزه دیجیتال رفته. مسافره نخله سبز آبادا نخله سبز آبادان کشید سر به آسمان مهتاب شبهای قشنگ صفای دل عاشقان سلام یک مرد غریب به مردم خوزستان هزارون خاطره دارم من از شهر آبادان سلام من به دوستان به مردم خوزستان به آدمای خونگرم به اون دور نخلستان به آدمای خونگرم به اون دور نخلستان فرنگم از دون رفته ها؟ بله. یه سوالی استاد محمد، یعنی شما استودیو رفتی ضبط نگرفتی بعد؟ بله این قبلا ضبط شده صدا، بعد اونجا به اصطلاح لبخونی کردم تو پلا و همه چه چیز صدا گذاشتم بود. چند سال پیشه؟ این تقریبا 12 سال تو چک دیده خود بکشا پس از این قدر جوانی دان عمر گرامی را تو بدان این بودش پایان. اون محدودیت داشتیم که ما مجالسون مثلا افراد خاصی بودیم. مثلا شب می اومدیم میرفتیم همون چیز بود تو خیابون چیه اون کپسول آتش نشانی داده شما اسم خیابونش چیه؟ استوار حافظیش بود. میومدیم میرفتیم تو خیابون استوار حافظی این سرا اینجا محفلون بود. بچه‌ها شب میومدن اینا بعد یکی فرشی چیزی برمی داشتیم میرفتیم توی پستزارای اون طرف کچی با اینا ساعت 1 و 2 بعدش هم میشستیم و خوندیم. هر کسی هم باز بخونه، حالا این من صدام بده یا من بلد نیستم و اینا نداشته، باز بخونه هر که باز بخونه. این نبود که بگه من آقا نمیتونم و من نیستم. میگه مال 70 درسته؟ 70 پایین‌تر 64 65 بعد شب میرفتیم میشستم تو این کشتخانه و به اصطلاح شبا بنشینی از روزا باب کردیم. ها میرفتیم میشستم ساعت 1 و 2 بعد نصف شب. جوون بودم 17 سالم بود و علاقه داشتم دوست داشتم میرفتم میشستم میخوندم که من یادمه که شنیدم یکی بچه‌ها اومد گفت که بچه‌ها دیگه نریم شب تو صحرا. گفتیم چرا؟ گفت که این دشته بونه اونجا. رفته گفته من دیگه نمیام شبا اینجا آبیاری. گفتن چرا نمیای؟ گفته شبا ساعت 2 بعد از شب که میشه جنا عروسی دارن بیان شو میام اینجا میشینه عروسیه. جرأت نمیکرده بنده خدا بیاد پیش بیاد ببینه کیه. میترسید که بکنه جنا هستن. خوش به حال کسی که سنگ دلش مثل تو 1001 رنگ دلش. وای به حال کسی که مانند من با فریب و حیله می جنگ دلش. دل پاک و مهربون مفگرونه
بی وفایی میپسنده زمونه. ما میخوام بپردازیم آخرین بخش، موضوع اینکه تئاتر و تلویزیون یا حتی کار فیلم کوتاهی چیزی شما میگن که بازی داشتی، اینم به ما اشاره بکنید. والا فیلم ها یکی فیلم سبیل مردونه بود چند سال پیش در بله. تو خونه های خاتمی و این مال اونجا بازی کردی؟ بله. دو تا صحنه‌اش به اصطلاح ما بازی کردیم. آقای جواد اردکانی کارگردان ایناش بودن، تهیه کننده اوناش. یکی هم فیلم کوتاه بود که با دوستان 2-3 سال پیشتر بازی کردیم. آقای فتویی و دوستان بودن که من نقش اولش داشتم. موضوعش چی بود؟ آخرین شب پاییز بود فکر کنم، مال شب یلده بود. خیلی فیلم کوتاه بود. یکی این بازی کردم، یکی هم دیگه من کلا 3 فیلم بازی کردم. فکر کنم اون شب یزدان پخش کرد. یزد پخش کرد. من خودم ندیدم، بچه‌ها دیده بودن. من شو در مغازه داشتم زولبی بامی خمر فروختم، مغازه بود. بعد یکی سبیل مردونه و یکی هم فیلم الو من جوجو هم زمانی که فرانسه بهمن بوده داشتم بازی میکنم، یک نقششم اونجا هم کم مثل سیاهی لشکر بودن دیگه، فیلم نمیشه بگی بوده. خب کارم خب فرمودی کنار شغل حالا بنایی که کاشیکاری اونا دیگه تعطیل کردم دیگه. الان چیکار میکنی؟ الان همین زولبی بامی و گوشه فیلانا درست میکنم چندی ساله. روغن خاص اردم میگن. روغن ارد درست میکنم. بله. حالا نمیخوام تبلیغ بشه ما دیگه. نه تبلیغ بشه. کارم به چه چیز نیست. الان عروسی هم بخونی دیگه، یا مثلا خودمونی یا اقوام آشنا باشن. عروسی اینجا از وقتا تالاری عجیبا شده خیلی، مثلا بدون مجلس سنگی رنگی نه دیگه، جلس بازی ها و بعضی عروسی ها خیلی چیزه نبرم. هم در حد یکی دو تا مثلا خواننده‌ای که قبلا با هم سعید بچه کجا بود خواننده حسین مقدم اونا بود. این یکی ببینه من هستم به اصطلاح اون حسن جعفری. ناصر جعفری که مثلا قوقا چه چیز میکنه مگه پیچکس و تعزیز خیلی من نخواه احترام بذاره، بعدم با اینجا دو تا آهنگ چیزی میخونم براش، همین رو افتخاری نگی برم. پشیمون بشی بگی مثلا حالا چه کسبی من داشتم مثلا برفتم بخوندم؟ نه بیشتری کار، من فقط هم کاشیکاری که قبلا کاشیکار بودم علاقه نداشتم، کار زورکی بود. هر کاری که علاقه داشته باشی توش موفق هستی، دوستم بداری و خوبم بشه. من زولبی بامی تقریبا تو کار خودم خیال میکنم موفق بودم و پسند مردم بودت. یعنی خب مشتری اومده مثلا یک چیز میگیر خونه، اگه 4 نفر باشن میگن کجا گرفتی، اگه خوبه خب ردش میاد، اگه بده، ولی تقریبا بیشتر میگن خب اومدن دنبالشو. تو کار موسیقی چه؟ موسیقی من همینجور فیلودای خودم تو خونه با آهنگایی که دارم خیلی بی کلام اونا میخونم، چیزایی که علاقه دارم، ولی داوود مقامی یا یساری یا خواننده برای خودم میخونم. دیدم وقتایی لایو هم بذاری تو نستا قبلا نه، حال دیگه در دماغش ندارم خودم، خاطر اینترنت اینا چه چیز شد فیلتر شد دیگه. یادم تو کرونا خیلی یک زمانی میذاشتم برای که مردم وقت شعرش عوض میکردم، مثلا ولی یادم لایو خونده بود میگفت که میدونی که هر شب اینجا نشستم، اصلا میگفتم دیگه تو این کرونا مثلا حالا شعراش یادم نیست، شعر عوض میکردم، شعر رو عوض میکردم، بذاشتم بچه‌ها پر میومدن بدیدن. حالا میشه میگن چه لایو نمیذاری، گفتم دیگه هم وقت این گفا گذشته تا بیا فیلتر چکم بخری و نصب کنی اینا خود دارم، ولی خط وصل میشه حالگیری. حالا نمیگیره ما در خدمتتون بگم زنده باشی. هیچ وقت ناراحت بشی مثلا از چی؟ آقا کسی بگه چرا مثلا این کار میکنی؟ نه بابا اینا ناراحتت بکنن. یکی سطل آشغال گذاشتم و یکی گاف صندوق گذاشتم اون بر هر چی که خوبه میریزیم توی گاف صندوق، هرچی بعد سطل آشغال با کسی هم درگیر نمیشم، بعدو خوبش رو هم دیگه بگدم. از من به عاشقان عالم سلام دارم، پیام بهر شما چند کلام. شنیدم از نوای آسمونی که زندگی عشق است و عشق بس سلام. بی عشق از زندگی دور آدم، عشق نباشه زنده به گور آدم. عشق به خدا، عشق به وطن، عشق به معشوق قشنگه. این زنده یاد حسن شویایی خونده، واقعا بگه همه کاری به عشق انجام بشه. ما عشق داشتیم، هر کاری داشتیم. تو هر چقدر که خواهی دل منو بسوزون، برو هر اسبی داری برای من بتازون. آخه قیامتی هم توی کاره، خدا پرده ز کارت بر میداره. یه روز در محضر عدل الهی بهت ثابت میشه
که روز سیاهی بس که تو آزردی مرا، هرگز نمی بخشم تو را، بس که تو آزردی مرا، هرگز نمی بخشم تو را. اگه مقصر من باشم میرم جهنم، روحم میشه با آتش سوزنده همدم، بس که تو آزردی مرا، هرگز نمی بخشم تو را. خوب میدونم روز قیامت از کرده داری ندامت، باید که یک عمری نمایی در آتش دوزخ اقامت. صحبت پایانی دونم بگین. آرزوی سلامتی دارم برای جوانای هنرمند و برای شما و برای خانواده‌ای که واقعا قدر هنر میدونن و آرزوی سلامتی دارم برای دوستان عزیز که اینجا الان زحمت کشیدن. فضایی هم که اومد فضای جناب آقای ایرج وایدیان دوست قدیمی خودمون این زمینه رو برای ما فراهم کردن که در اینجا تصویربرداری کنم و از شما خو تشکر میکنم به خاطر لطفی که داشتی نسبت به ما. زحمت اصلی رو باید بگم بخوام اشاره بکنم، محمد آقا دور رو کشیدن که باعث حرکت شدن. بیخاره من دو همیشه طلا ما لطف داشتی دوستش می‌دارم و بعد خول هد ولی بدخولیاش دوست ندارم. خیلی واقعا با تشکر میکنم تهیه کننده این کار و کسی که باعث و بانی شد که این حرکت اتفاق بیفته و ما بتونیم این زندگی شما رو ثبت و ضبط بکنم. آقای دور رو بود که از همینجا از آقای محمد دور رو تشکر میکنم. سلامت باشید. ما با همچنین تشکر می‌کنم از دوستان عزیزمون که جناب آقای فوتی و همکاراش برای بچهای آلفا واقعا زحمت کشیدن. حالا اسمشون من حضور ندارم، گروه آلفا که زحمت کشیدن و این زمینه رو برای ما فراهم کردن تا بتونیم با هم صحبتی گفی داشته باشیم به قول خودم و به قول خودم که همیشه توی جمله‌ام گفتم آخر سر پیوسته دلت شاد و سرت سبز و لبات خندان. امشب که ز غم دیوانه شدم، آواره هر میخانه شدم، با خانه دل بیگانه شدم، آلوده هر پیمانه شدم، دیوانه شدم دیوانه تو، تو شمعی و من پروانه تو، دیوانه شدم دیوانه تو، تو شمعی و من پروانه تو. رفتی ز برم چشمان ترم، مانده به در کاشانه تو، رفتی ز برم چشمان ترم، مانده به در کاشانه تو. چشم من به راهه بی تو، روز من چه شام غم سیاهه، با تو رفته ز من خنده و شور و مستی، هر شب از فرط غم کار من عشق و آهه. طلبیدم به خدا که تو هرگز نروی از دل بینشونم، مرو از کنار من که تویی بهار من، که الهی بریزه درد و بلات بخونم. بیا ای مه که تو را طلبیدم به خدا که تو هرگز نروی از